بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های گذشته با تعدادی از نامه‌ها و صفات الله متعال آشنا شدیم. در برنامه امروز هم می‌پردازیم به یکی دیگر از نامه‌های زیبا و بسیار جالب الله متعال که بندگان را به خودش جلب می‌کند. همه من و شما نیازمند چنین نامی و نیازمند چنین صفتی هستیم که از جانب الله متعال به ما برسد. نامی که در برنامه امروز انشاءالله به آن میپردازیم نام مبارک العفو هست. یکی از نامه‌های الله متعال که از صفت عفو گرفته شده. عفو به معنی پاک کردن، به معنی بخشیدن و معاف کردن هست. و العفو یکی از نامه‌های زیبای پروردگار هست. این نام را الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان فرموده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در روایات صحیحی که از ایشان نقل شده این نام را و این صفت را به الله متعال نسبت دادند. به طور مثال الله متعال در سوره النساء می‌فرماید فإن الله كان عفوا قدیرا. فإن الله کان عفوا قدیرا در سوره نساء آیه 149 که همانا الله عفو پاک کننده هست، معاف کننده هست و بخشنده و توانمند و مقتدر هست. و کان الله عفوا غفورا. الله متعال عفو معاف کننده و غفور مغفرت کننده هست. ان الله لعفو غفور. الله متعال عفو و غفور هست، پاک کننده بخشنده هست. بخشنده ای هست که گناهان را می بخشد، سرپوش می گذارد، پنهان می کند، در پرده می گذارد و معاف می کند، یعنی پاک می کند گناهان کسانی را که مرتکب گناهی شدند. و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دعا میکنند که اللهم انک عفو. پروردگارا تو عفو هستی. یعنی همین صفت را برای الله متعال ذکر کردن. العفو یعنی عفو کننده، معاف کننده، درگذر کننده. یکی از نامه‌های الله متعال و عفو و بخشش یکی از صفات پروردگار هست. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو معاف کننده هستی، معاف کردن را دوست داری، پس بنابراین مرا معاف کن. این یکی از نامه‌های زیبای پروردگار هست که همه من و شما نیازمند آن هستیم. نیازمند این هستیم که با این نام مبارک توسل بجوییم به الله متعال، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل جستند. اللهم انک عفو. پروردگارا
ما توسل میجوییم به نام العفو، به صفت بخشندگی تو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که یا رسول الله، اگر من شب قدر را دریافتم و متوجه شدم که امشب شب قدر هست، چه دعایی رو بیشتر زمزمه بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم همین دعا را فرمودند که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چه زیبا هست که در این شبها و روزها هم این دعا زمزمه من و شما باشد. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. الان معنی عفو چی هست؟ وقتی که نام الله متعال العفو و صفتش عفو کننده هست، یعنی چی که الله متعال عفو هست، عفو کننده هست؟ عفو به معنی بخشیدن هست و مثل غفران هست، بلکه درجه اش و وسعتش از مغفرت و غفران هم بالاتر و فراتر هست. عفو به معنی پاک کردن هست، یعنی یک چیزی کلن پاک بشود. در زبان عربی مثلا گفته می شود عفت الریاح الآثار، به طور مثال که باد رد پا را پاک کرد. یعنی در یک مسیری شما بروید و رد پایی باقی میماند، بعداً بادی بیاید و کلا زمین رو صاف بکند، این رد پا رو کلا بردارد. این به معنی عفو هست، یعنی پاک کردن. وقتی شما با پاک کن اثر و یک خطی رو که با مداد کشیدید پاک میکنید، این به معنی عفو هست، یعنی پاک کردن. اما مغفرت و غفران از ماده غفر به معنی پوشاندن هست، به معنی پوشاندن و به معنی ستر کردن هست. پس بنابراین معنی العفو و معنای عفو یک کم گسترده تر هست، عمیق تر هست. به معنی پوشیدن گناه نیست، به معنی پاک کردن گناه هست که به صورت کلی از بین برود. این یکی از معانی عفو هست. عفو به معنی پاک کردن و به معنی از بین بردن هست. و یکی دیگر از معانی عفو به معنی کثرت هست. العفو به معنی چیزی که اضافه بر نیاز هست، چیزی که برای شما زیاد هست. و این معنی هم در قرآن ذکر شده. الله متعال در سوره بقره می‌فرماید و یسألونک ماذا ینفقون. یا رسول الله، از تو سوال میکنند که چی چیزی را انفاق بکنند، به دیگران بدهند و ببخشند. الله متعال میفرماید قل العفو، اون چیزی که عفو هست، یعنی اون چیزی که بیشتر هست، زیاده هست، اون چیزی که بیشتر از نیاز شما هست، اون را بدهید. پس بنابراین یکی از معانی عفو به معنی گستردگی هست، به معنی بیشتر بودن، به معنی مازاد از احتیاج هست. این معنی دومش هست. و یکی از معانیش به معنی آن چیزی هست که خیلی در دسترس باشد. یک چیزی که خیلی در دسترس باشد در زبان عربی، قابل این دسترسی برای همه باشد، میگویند که این عفو هست، یعنی رسیدن به آن بسیار سهل و آسان هست. این معنی سوم عفو و معنی نام العفو هست. یکی دیگر از معانی عفو به معنی بخشش هست، یعنی یک چیزی که از جانب یک برادر مسلمانی به شما به عنوان هدیه داده می شود، به عنوان هبه داده می شود. و در قرآن کریم هم این رو الله متعال در سوره بقره یاد کردن، آنجایی که می فرماد فمن عفی له من اخیه شیء. فمن عفی یعنی این که هر کسی که از جانب برادر مسلمانش به اون چیزی بخشیده شد، اگر یک مقداری از دیگه رو، یک چیزی رو بخشیدند، این به معنی بخشش هم میاد. پس بنابراین عفو در زبان عربی چندین معنی دارد. یک، عفو به معنی پاک کردن و زدودن، معاف کردن، اثر یک چیزی رو کاملا از بین بردن. معنی دومش به معنی کثرت هست، چیزی که مازاد بر استفاده باشه، چیزی که به اندازه زیاد هست که از نیاز شما فراتر رفته و بیشتر شما در اختیار دارید. معنی سومش آن چیزی هست که به سادگی در دسترس هست، به دست شما میرسد، هر کسی که بخواهد به آن خواهد رسید. و معنی چهارمش به معنی
هبه هست، به معنی بخششی هست که از طرفی دیگر به شما عنایت بشود. با توجه به معانی لغوی العفو و نام العفو ما پی میبریم که الله متعال عفو هست، بدین معنی که کثیر الصفح، بسیار در میگذرد، خیلی معاف میکند. عفو دلالت بر مبالغه دارد. عرض کردم که گسترده تر و عمیق تر از مغفرت هست. یعنی این که الله متعال آثار بدیهای ما را، آثار گناهان و خطاهایی را که ما انجام دادیم به کثرت از بین میبرد. گناهانی را که ما انجام دادیم الله متعال آنها را پاک میکند الی ما لا نهایه، هرچند که گناهان ما زیاد باشه. و یک نکته بسیار دقیقی رو در این زمینه علما ذکر کردند که عفو گناه، عفو کردن الله متعال معمولاً در مواردی هست که انسان کوتاهی کرده باشد، یعنی در انجام عبادتی که الله متعال دستور داده به آن، وقتی که ما کوتاهی میکنیم در این زمینه مناسب تر هست که با کلمه عفو از الله متعال بخشش بطلبیم. اللهم انک عفو تحب العفو. گناهی که به خاطر انجام ندادن عبادت بر ما نوشته شده، یعنی الله متعال دستور داده که ما عبادتی رو انجام بدهیم و ما انجام ندادیم. میدونیم که معصیت دو تا بخش داره، یکی هست که انجام ندادی معصیت هست و گناه، و دیگری هست انجام اگر دادی معصیت و گناه هست. کاری رو که الله متعال گفته انجام بده اگر انجام ندادی یعنی این که معصیتی رو مرتکب شدی. الله گفته نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، حج برو، اگر این اعمال رو انجام ندادی مرتکب گناه شدی. الله متعال گفته که از زنا و ربا و سرقت و خوردن مال مردم و دروغ و غیبت و این مسائل دوری بکنید، اینها رو انجام ندهید، اگر انجام دادید گناه هست. العفو بیشتر برمیگرده به کارهایی که انجام ندادنش گناه هست، انجام دادنش ثوابه، مانند نماز و روزه. اگر شما در زمینه اجرای دستورات الهی کوتاهی کردی، بر بگردید به العفو، پروردگارا این خطای ما را ببخش. اگر گناهی رو انجام دادی، کاری رو که الله گفته بود انجام نده انجام دادی، این زمینه مغفرت هست، بحث غفار بودن و غافر بودن و غفور بودن الله متعال. پس بنابراین اولین مطلبی رو که ما در مورد عفو بودن الله متعال میدانیم و بر اساس معنی و نام العفو به ما میرسد این است که الله متعال بسیار پاک کننده هست، بسیار معاف کننده هست. هرچند که انسان گناهی را مرتکب بشود بر دستورات الهی عامل نباشد، باز هم وقتی که انسان توبه بکند الله متعال عفو میکند. معنی دیگرش با توجه به این که گفتم که یکی از معانی عفو کثرت هست. و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی نام عفو، العفو دلالت بر گستردگی و بر کثرت میکنند. ما به این نتیجه میرسیم که الله متعال دارای خیر کثیر هست. الله متعال چنان غنی هست و چنان ثروت دارد و چنان بخشندگی دارد که به هر کسی بخواهد این فضل خودش را و انعام و احسان خودش را نصیب اون میگرداند. چرا؟ زیرا که الله متعال دارای عفو هست. عفو یعنی چی؟ یکی از معانیش یعنی آن چیزی که مازاد بر نیاز هست. الله متعال به چیزی نیازمند نیست. پس بنابراین الله متعال دارای خیر کثیر هست، احسان کثیر هست، دارای لطف و کرم بسیار زیاد هست. انسان باید لطف و کرم را و احسان را و انعام ها را فقط باید از الله متعال بخواهد. و یکی دیگر از معانی که عرض کردم این بود که یعنی عفو به معنی این که دسترسی به آن آسان هست، دسترسی به بخشش الله متعال بسیار آسان هست و الله متعال بسیار سهلگیر هست، سختی رو بر ما در دین قرار نداده. در اعمالی که ما انجام میدهیم، به طور مثال در وضو، یک عمل خاصی هست که ما در هنگام اراده انجام یک عبادت مانند نماز
باید وضو بگیریم. اما اگر کسی نمیتوانست وضو بگیرد، اگر آبی وجود نداشت، اگر کسی بیمار بود، چه کار بکند؟ میتواند تیمم بکند. یعنی عبادت الله متعال گونه‌های متعددی رو دارد و آسان هست، در دسترسی همه هست. انسان باید نماز بخواند و رکن این هست که باید ایستاده نماز بخواند. اما اگر نمیتواند ایستاده نماز بخواند، خب نشسته بخواند. اگر نشسته نمیتوانست، دراز کشیده بخواند. پس بنابراین عبادت الله متعال، رسیدن به قرب الله متعال بسیار ساده هست. چرا؟ زیرا که الله متعال عفو هست و رسیدن به العفو و حاصل کردن قرب الله متعال که العفو هست بسیار ساده و در دسترس تمام هست. و یکی دیگر از معانی که عرض کردم این هست که الله متعال اهل بذل و بخشش هست. یکی از معانی به معنی بخشش بود. فمن عفی له، کسی که بخشیده شد به او از جانب برادرش. الله متعال بخشنده هست، اهل عطا هست، می بخشد. یعنی توبه را، ثواب را و فضیلت را به هر کسی بخواهد، با وجود این که گناهی را مرتکب شده، الله متعال عنایت می کند. چرا؟ زیرا که الله متعال اهل عفو هست، یعنی اهل بخشندگی هست، اهل عطا دادن هست. الله متعال عفو هست، عفوش، رحمتش، احسانش و لطفش به همه مردم می رسد. عفو عامی را دارد الله متعال که شامل تمام انسانها می شود، انسانهای کافر و غیر کافر. زیرا گناه انجام می دهند، معصیت می کنند، نافرمانی الله متعال را انجام می دهند، اما باز هم الله متعال آن مجازات هایی را که در نظر گرفته آنها را دور می کند، آنها را به تأخیر می اندازد، معاف می کند. و یک عفو خاصی را الله متعال دارد، بخشش خاصی را برای آن کسانی که طلب بخشش می کنند، برای آن کسانی که عفو را از الله متعال می خواهند. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آنانی که اهل عفو هستند، آنهایی که توسل می جویند به نام العفو الله متعال و خواستار عفو الهی هستند، قطعا اینها سهمیه بیشتری را دارند از عفو الله متعال از آن کسانی که به صورت کلی عفو الهی را طلب نکردند. گرچه عفو الهی عام هست، شامل همه انسانها هست، مسلمان و کافر، اما مسلمانی را که الله متعال را با نام العفو به معنی بخشنده می شناسد و طلب عفو می کند از الله متعال، قطعا ثواب بیشتری را دارد، لطف بیشتری و فضل بیشتری را الله متعال به چنین فردی عنایت می کند. الله متعال همان گونه که بقیه صفاتش صفات بیکرانی هستند، بسیار گسترده هستند، صفت عفو الله متعال هم بسیار گسترده هست. یعنی به اندازه‌ای عفو می کند الله متعال که آثار گناه کلاً از بین برود. و یکی از معانی عفو کردن هم همین بود. عفو به معنی از بین بردن آثار جرم و جنایت، آثار گناه. وقتی که شما گناهی رو انجام دادید و میگوید اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی این که از الله متعال خواستید که آثار این گناه رو از زندگی شما کاملا بردارند. الله متعال گناهی رو که کراما کاتبین نوشتند علیه شما در کارنامه اعمال شما وجود دارد، اون رو الله متعال عفو میکند، یعنی پاک میکند. گناهی رو که فرشتگان علیه تو نوشتن، ثبت کردن در دفتر اعمالت، الله متعال آن رو از دفتر اعمال تو به صورت کلی پاک میکند. حتی فرشتگان هم شاید این مطلب رو متوجه نباشند. چرا؟ زیرا که عفو الله متعال بسیار گسترده و بسیار عمیق هست. و الله متعال به ما یاد داده توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر کرده ما را. در روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما یاد دادند که وقتی که از الله متعال چیزی را می‌خواهید، با اراده تمام، با قدرت تمام، با عزم و جزم از الله متعال بخواهید. یعنی با صورت قطعی و 100% از الله متعال بخواهید.
رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر لی ان شئت. اگر دعا کردید پیش پروردگار نگویید که پروردگار اگر خواستی مرا ببخش، بلکه انسان باید عزم در دعا داشته باشد، جدیت در دعا داشته باشد. ولکن لیعزم المسئله، به صورت قطعی و 100% از الله متعال بخواهید. پس بنابراین ما حتما باید از الله متعال طلب عفو بکنیم، طلب مغفرت بکنیم و به گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادند. به این گونه که فرمودند ولکن لیعزم المسئله، در سوال کردن و طلب حاجت از الله متعال جدی باشید، قطعی باشید. و لیعزم الرغبه، رغبت شما، امید شما باید زیاد باشد. یعنی وقتی که دعا میکنید به گونه‌ای باشید که امید شما به رحمت الله متعال بسیار زیاد باشد. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، از الله متعال بخواهید با باور 100% و یقینی که الله متعال اجابت میکند، نه با تردد، نه با شک و تردید. ولیعظم الرغبه، رغبت شما به الله متعال، امید شما به الله متعال باید زیاد باشه. فان الله لا یتعاظمه شیء اعطاهم، بخششی رو که الله متعال به شما عنایت میکند، الله متعال هیچ چیزی برایش زیاد نیست. هر چند که شما زیاد طلب بکنید، شما چیز زیادی رو از الله متعال بخواهید، بار بار بخواهید، اینها در بارگاه الله متعال خیلی کم هست. و جالب هست در یک روایتی که در صحیح مسلم هست، در حدیث قدسی الله متعال میفرماید که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، ای بندگان من اگر تمام شما از اولینتون گرفته تا آخرینتون گرفته انسانها جمع بشوند، جنها همشون جمع بشوند در یک میدانی، فسألونی، هر کسی هر چی میخواهد از من طلب بکند، فاعطیت کل انسان مسئلته، و من به هر کسی هر چرا خواسته عنایت بکنم، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تمام خواسته های شما رو من که برآورده بکنم دقیقاً مانند این هست که یک سوزنی رو در دریا فرو ببری و دوباره بیرون بکشی. چه مقدار از آب دریا کم می شوند؟ هیچ چیز. پس بنابراین هر وقت که از الله متعال خواستید با جدیت کامل بخواهید، از الله متعال چیزهای بزرگ بخواهید، بار بار از الله متعال بخواهید تا این که رحمت الله متعال، عفو و مغفرت الهی شامل حال شما باشد. امیدوار هستم که الله متعال رحمت خودش را و مغفرت خودش را و عفو بیکران خودش را شامل حال همه من و شما و تمام مؤمنان زنده و مرده انشاءالله بگرداند. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامهای پروردگارمان شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه،